خب سلام دوستان، نعیم هستم و با یه ویدیو دیگه از دنیای هوش مصنوعی و پایتون در خدمت شما. تو این ویدیو آموزشی می‌خوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم یک برنامه تولید پاسخ مبتنی بر بازیابی یا همون رگ رو از صفر بسازیم بدون استفاده از کتابخونه‌های جانبی مثل لنگچین یا لاما ایندکس. کاری که با توی این آموزش می‌خوایم انجام بدیم این هستش که یک برنامه رگ رو از صفر می‌سازیم و فقط از کتابخونه‌های اساسی استفاده می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ کد نویسی، من ابتدا ورک فلو یا جریان کاری که در این آموزش دنبال اون هستیم رو خدمتتون توضیح میدم. پروژه‌ای که می‌خوایم اینجا پیاده سازی کنیم میتونه فرمت‌های مختلف فایل رو دریافت کنه، مثلا فایل‌های PDF، فایل‌های ورد یا فایل‌های تکست رو دریافت کنه. این میشه داکیومنت ما. مطابق این تصویری هم که اینجا داریم و معماری کار ما توی این پروژه هست، از فایل ورودی داده ها رو یا کانتنت یا محتوا رو اکسترکت می‌کنیم و متن استخراج شده رو اکسترکت شده رو به چانک های متنی کوچیک‌تر تقسیم می‌کنیم. دلیل اینکه متن رو به چانک ها یا قطعات کوچیک‌تر تقسیم می‌کنیم این هستش که نمیتونیم یک متن کامل رو که ممکنه خیلی طولانی هم باشه به لارج لنگویج مدل ها مثل امبدینگ مدل ها پاس بدیم. به هر حال اونها یه محدودیتی توی کانتکست یا پنجره ورودیشون دارن و اگر حجم فایل شما زیاد باشه عملاً یه سری از اون اطلاعات میس میشه و از بین میره. به خاطر همین ما اینها رو به قطعات کوچیک‌تر تقسیم میکنیم. بعد از اینکه متن رو به این قطعات کوچیک‌تر تقسیم کردیم، اونها رو به امبدینگ ها یا بردارهای عددی تبدیل میکنیم. تو مرحله بعد تمامی این امبدینگ ها یا بردارهای عددیمون رو در یک وکتور دیتابیس ذخیره میکنیم یا دیتابیس برداری. انواع مختلف وکتور دیتابیس ها هم وجود داره مثل کرومادیبی که ما تو این پروژه ازش استفاده میکنیم و اتفاقی که میفته این هستش که وقتی کاربر یه سوالی رو از ما میپرسه، ما برای اون سوال یک امبدینگ ایجاد میکنیم، یک برداری ایجاد میکنیم، بعد یک جستجوی معنایی یا سمنتیک سرچ در دیتابیسمون که همون کرومادیبی هست، خودش یه وکتور دیتابیس هست، انجام میدیم و سعی میکنیم چانک هایی که مرتبط با اون کوئری هست رو بازیابی کنیم، ریتریو کنیم. عملا میایم بر اساس چیزی که کاربر پرسیده نگاه میکنیم ببینیم کدوم یک از اون بردارهایی که ما تو دیتابیس ذخیره کردیم بهش شباهت بیشتری داره. اونها رو در واقع میایم ریتریو میکنیم، بازیابی میکنیم و تحویل LLM میدیم. اگر مرتبط بود با سوال کاربر میتونیم اون رو به عنوان پاسخ در نظر بگیریم و بهش ریفرنس بدیم. بعد از اینکه ما جوابهای احتمالی رو از وکتور دیتابیسمون بر اساس کوئری کاربر ریتریو کردیم، بازیابی کردیم، سوال کاربر رو به همراه جوابایی که از وکتور دیتابیس به دست آوردیم ترکیب میکنیم و اونها رو پاس میدیم به LLM یا لارج لنگویج مدل. کاری که LLM انجام میده این هستش که سوال رو به همراه پاسخهای احتمالی میگیره و یک پاسخ طبیعی که مشابه زبانی هستش که ما صحبت میکنیم به ما برمیگردونه. پس این معماری کلی یا ورک فلو کلی هستش که تو این پروژه میخوایم دنبال کنیم و اون رو پیاده سازی کنیم. خب برای پیاده سازی این پروژه من کدش رو از قبل آماده کردم و اینجا بخش‌های مختلفش رو خدمتتون توضیح میدم. در ابتدا ما باید یه سری پکیج اولیه نصب کنیم. اولش کرومادیبی هست که وکتور دیتابیس ما برای نگهداری اطلاعات داکیومنت هامون هست. کتابخونه اوپن ای آی برای دسترسی به LLM های اوپن ای آی از طریق API، کتابخونه پای PDF2 برای پردازش فایل های PDF، کتابخونه پایتون داکیکس برای پردازش فایل های ورد و در نهایت کتابخونه سنتنس ترانسفورمرز هم برای تکست امبدینگز و ساخت بردارهای عددی از متن استفاده میشه. خب من اینها رو باید نصب کنم. این سل رو اجرا میکنم، منتظر میشم تا نصب اینا انجام بشه. یه جایی هم ممکنه مثل اینجا خطا بده به خاطر نسخه های پیش‌فرضی هستش که روی گوگل کولاب هست و حالا اینا مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. خب نصب این پکیج ها انجام شد، این تیکه سبزم اینجا خورد. مرحله بعد میایم اینجا 3 تا متد تعریف میکنیم. اولیش برای خوندن فایل های متنی هست، فایل های txt، اونها رو در حالت read برای خوندن باز میکنیم. از انکدینگ UTF استفاده میکنیم، UTF-8 و محتواش رو میخونیم. برای فایل های PDF هم از متد PDF ریدر در پای PDF2 استفاده میکنیم. اگر فایلمون فایل PDF بود، فایل پسش رو اینجا بهش میدیم و این میاد اطلاعات فایل PDF رو در قالب تکست برمیگردونه. متد آخر هم همین کار رو با استفاده از داکیکس که اینجا ایمپورتش کردیم، محتوای فایل های ورد رو به صورت تکست برمیگردونه. اینجا البته اومده بعد از اینکه اطلاعات داکیومنت رو خونده، به ازای هر پاراگرافی که توی فایل وردمون هست
متنش رو جدا میکنه و بینشون اینتر میزنه. این بک‌اسلش n نیو لاین هست و پاراگراف های مختلف رو متنش رو با نیو لاین یا اینتر به هم میچسبونه و جوین میکنه. پس اینجا ما 3 تا متد تعریف کردیم برای اینکه محتویات فایل های متنی PDF یا ورد رو استخراج کنیم و اکسترکت کنیم. میایم پایینتر یه متد می‌نویسیم. این متد read document برای اینه که ما وقتی اسم فایل رو بهش دادیم بیاد پسوندش رو اکسترکت کنه، بگه پسوند فایل چیه. اگه پسوندش txt بیاد read text فایل رو فراخوانی کنه، یعنی متد پردازش فایل متنی رو صدا بزنه. اگر پسوندش .pdf هست بیاد متد read pdf فایل رو فراخوانی کنه و در نهایت هم اگر پسوندش docx هست متد read docx فایل رو فراخوانی کنه. اگر هم هیچ کدوم از اینا نبود که پیغام بده unsupported file format، یعنی یه فرمتی استفاده شده که قابل پشتیبانی نیست. این برای این هستش که ما دیگه درگیر تک تک این 3 تا متد نشیم، با یه متد فقط اسم فایل رو بهش بدیم و خودش تشخیص بده که با کدوم یکی از این 3 تا بیاد و متن اون فایل رو اکسترکت کنه. خب این دوتا رو من اجرا کنم، اینو اجرا کنیم، اینم اجرا. خب این کد میاد یه فایل PDF آزمایشی رو دانلود میکنه. من اینجا اینو باز کنم قسمت فایلز و اینم اجرا کنم. بله یه فایلی رو دانلود کرد به نام YOLO V7 Paper PDF. اینجا این فایل رو آورده. خب این فایل رو باز میکنم و میبینید که یه فایل پیپر یا مقاله علمی هستش و یه متنی هم توش وجود داره. حالا باید این اطلاعاتی متن رو از توی این اکسترکت کنیم. خب مسیر رو مشخص میکنیم، میگیم فایل پس کانتنت به همین مسیر اشاره میکنه. اسم فایلمون رو میدیم و اینجا این آدرس رو میدیم به متد read document. این بر اساس پسوند فایل اصولا باید بیاد متد read pdf فایل رو فراخوانی کنه تا محتوای این فایل رو استخراج کنه. بعدش هم میگیم که اون متنی که از توی این فایل درآوردی 500 کاراکتر اولش رو چاپ کن. اینو اجرا میکنم. خب همونطور که میبینید اینجا 500 کاراکتر اول این فایل رو آورده. بیایم قسمت اولش، این تایتلش هست، اسم نویسنده هاش هست، اینجا هم همین آورده، این تایتلش، اسم نویسنده هاش و الی آخر. پس تا اینجا ما فایلمون رو مشخص کردیم و متن داخل اون فایل رو اکسترکت کردیم، استخراج کردیم. تو مرحله بعد باید متنمون رو به چانک های مختلف بشکنیم، به قطعات کوچیک‌تر تقسیم کنیم که هر کدومش پیش‌فرض 500 کاراکتر باشه. توی این معماری هم که اول آموزش خدمتتون توضیح دادم، ما می اومدیم متن رو که استخراج می‌کردیم اینو به قطعات کوچیک‌تر که چانک بهش میگیم، تکه‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کنیم. این متد اسپلیت تکست این کارو برای ما انجام میده. ما تکست رو بهش میدیم، متن رو بهش میدیم، چانک سایز رو مشخص می‌کنیم که پیش‌فرض گفتیم 500 کاراکتر باشه و چانک اوورلپ رو اینجا رو 100 کاراکتر گذاشتیم. خب این چیکار میکنه؟ میاد از توی متنی که بهش میدیم به جای این نیو لاین ها یا اینتر ها اسپیس میذاره، یعنی هر چی اینتر هست حذف میکنه، به جاش یه کاراکتر فاصله میذاره که این متن به هم نچسبن. یه آرای چانکس خالی تعریف میکنیم، یه متغیر استارت داریم که با 0 شروع میشه و در نهایت هم طول متن رو اینجا در لنس ذخیره میکنیم که میشه همون تعداد کاراکترهای متنی که دریافت کردیم. این تیکه چیکار میکنه؟ میاد از نقطه شروع، از اندیس شروع که 0 هست به اندازه چانک سایز که پیش‌فرض 500 هست، اینجا میاد فرضاً 500 تای اول رو میگیره و به اون آره چانکسمون اپند میکنه، اضافه میکنه. بعد میاد پایین این استارت رو به اندازه چانک سایز منهای چانک اوورلپ میکنه. این اوورلپ چیه؟ بذارید من اینو اجرا کنم ساخته بشه، با یه مثال توضیح بدم بهتر متوجه بشید. ببینید اینجا این یه مثاله، فقط برای اینکه این عملکرد این متد اسپلیت تکست رو متوجه بشید. ببینید من اینجا یه متنی دارم، چنین متنیه. خب میایم اینجا این سامپل رو به اسپلیت تکست میدیم، میگیم چانک سایزش 10، یعنی 10 کاراکتر جدا کنه، اوورلپش 2 باشه. خب چیکار میکنه؟ میاد اینجا 10 کاراکتر اول رو به این صورت انتخاب میکنه، جدا میکنه. این میشه چانک اول ما. آخرش هم اسپیسمون، اسپیس اول آخر رو حذف میکنه، میشه این this is a. تو مرحله بعد ما انتظار داریم که بیاد از این very long به بعد بگیره دیگه. خب ولی این اوورلپ 2 چی میگه؟ میگه 2 تا بیا عقب‌تر، یعنی از همون جایی که 10 تا خوندی میخوای چانک بعدی رو شروع کنی، 2 تا بیا عقب‌تر. میاد مثلا از اینجا دوباره 10 تا رو میشمره که این میشه a very long، دیگه این ONG این ور نمیفته. بعد میاد اینجا این لان رو برای چانک دوم گرفته بود،
برای چانک سوم ما انتظار داریم که از جی به بعد بیاد دیگه. باز 2 تا میاد عقب‌تر، از ONG میگیره، 10 تا میره جلو. چرا این اوورلپ رو میذارن؟ این بحث اوورلپ و نحوه ایجاد چانک ها در سیستم های رگ خودش یه کورس آموزشی مجزا میخواد که حالت های مختلفی داره و الگوریتم های مختلفی هم توش استفاده میشه. اما من به طور ساده بخوام بگم، ببینید ما گفتیم که اگه متن خیلی زیاد باشه نمیتونیم اینو به صورت یک جا ببریم توی دیتابیس ذخیره کنیم. اینو باید به قطعات کوچیک‌تر تقسیم کنیم، ببریم تو اون وکتور دیتابیسمون ذخیره کنیم. وقتی که ما میایم این متن رو از یه جایی میشکنیم، تقسیمش میکنیم، حالا اینجا مثال ما 10 تا 10 تا بود، تو متن اصلیمون گفتیم 500 کاراکتر 500 کاراکتر اینها رو جدا کنه. خب وقتی میاد یه متن رو از یه جایی میشکونه، ممکنه فرضاً اینجا بیاد این بخوره به این کلمه، اینو به 2 تیکه بشکونه. خب وقتی اینو به 2 تیکه بشکونه، این دیگه معنی خودش رو ممکنه از دست بده. توی چانک قبلی این با پارا تموم میشه، تو چانک بعدی با گراف شروع میشه. به خاطر همین میایم اوورلپ انجام میدیم، میگیم آقا یه مقدار برو عقب‌تر، یعنی یه تیکه از اون متن قبلی رو بیار که معنی و مفهوم اون چانک یا اون عبارتی که از اونجا شکسته از بین نره. این یه تکنیک خیلی اولیه و ساده است برای اینکه ما معنی عبارات رو از دست ندیم. به خاطر همین این اوورلپ رو گذاشتیم که چانک بعدی، قطعه بعدی رو می‌خوایم بگیریم، یه مقدار میریم عقب‌تر از چانک قبلی، هم اطلاعات رو بهش اضافه می‌کنیم که اگر یک کلمه شکسته، یک عبارتی از وسط خورد شده، مفهوم از دست نره و معنا رو گم نکنیم. این داستان چانک به این صورته. پس این متد رو ساختیم، گفتیم قطعات چانک اون 500 کاراکتری باشه و اوورلپمون هم 100 تایی، یعنی 100 کاراکتر برای چانک‌های دوم به بعد برو عقب‌تر و کپی رو انجام بده. خب میایم اینجا، حالا این تکستی که از اون فایل خوندیم، از اون فایل PDF خوندیم رو واقعا می‌خوایم بدیم به این اسپلیت تکست، بگیم با چانک سایز 500 و اوورلپ 50 بشکنش و اون آره چانکمون رو ایجاد کن. خب اینجا هم یه سی داره، این سی رو من اضافه کنم. خب من اینو اجرا میکنم. بعد گفتم که بیاد این چانک صفر، یعنی اولین چانکمون و دومین چانکمون رو نمایش بده و کلا بگی اصلا چند تا چانک شد، کل اون متن فایل PDF مون چند تا چانک شد. اینو اجرا میکنم. این عنوان بود، ببینید رفته تا این آخر. اینجا چنین چیزی داریم. الان 100 کاراکتر آخر این باید در ابتدای این هم اومده باشه. اینجا non real time object برای شروع چانک دوم هست. بیایم آخر، همونطور که میبینید اینجا non real time object. این 100 تای آخر چانک قبلی رو آورده ابتدای چانک بعدی که اون مفهوم و معنا از بین نره. کلا هم 150 تا چانک شده، یعنی این فایل PDF که داشتیم 500 کاراکتر 500 کاراکتر متنش رو شکوندیم، شده 150 تا چانک. خب تو مرحله بعد باید یه دیتابیس برداری یا وکتور دیتابیس رو با استفاده از کتابخونه کرومادیبی راه اندازی کنیم. هدف هم این هستش که یه کالکشن برای ذخیره و جستجوی داکیومنتمون بر اساس سمانتیک ها یا شباهت های معنایی با استفاده از مدل های امبدینگ ایجاد کنیم. هدفش هم ایجاد یا دسترسی به یک کالکشن هست برای ذخیره و جستجوی اسناد بر اساس شباهت معنایی اونها با استفاده از مدل‌های امبدینگ. این مدل‌های امبدینگ همون مدل‌هایی هستن که میان تکست رو به اون بردارهای عددی تقسیم میکنن. اینا میتونید مطالعه کنید، چون بحثش مفصله، من دیگه توی این ویدیو بحثش رو باز نمیکنم، اما میتونید در موردش تحقیق کنید. خب اینجا میایم کرومادیبی رو ایمپورت میکنیم، بعد یک کلاینت برای کار با کرومادیبی میسازیم. اینجا هم گفتیم که اطلاعات رو در پوشه‌ای به نام کرومادیبی ذخیره کنه. تو مرحله بعد گفتیم از یه مدلی به نام all mini LML6v2 استفاده کنه برای عملیات امبدینگ. با استفاده از این مدل میتونیم ترانسفورم کنیم تکست رو به بردارهای عددی. بعد از اینکه ترانسفورمرمون رو مشخص کردیم، اینجا میایم یک کالکشن میسازیم برای اینکه بگیم اطلاعات کجا ذخیره بشه. اگر هم از قبل وجود داشته باشه بهش دسترسی ایجاد میکنه، اگر وجود نداشته باشه اون رو میسازه. این شبیه تیبل هست، جدول هست در دیتابیس های رایجی مثل مونگودیبی یا MySQL. خب اینو من اجرا میکنم. خب باید اینجا در این قسمت سیکرتس هم یک کلید HF توکن بسازیم و از هاگینگ فیس یک توکن دریافت کنیم و اینجا تنظیم کنیم. من این دسترسی رو دادم. بیایم در قسمت فایلز، همونطور که می‌بینید الان اینجا یه پوشه کرومادیبی ساخته برای اینکه در ادامه اطلاعات چانک ها رو در قالب بردار اینجا ذخیره کنیم. خب میایم پایین‌تر،
متد بعدی که باید باش کار کنیم پروسس داکیومنت هست. پروسس داکیومنت یه مسیر فایل میگیره، میاد اطلاعات فایل رو میخونه، حالا PDF باشه، تکست باشه، داکیکس باشه، هر چی که هست اینو میخونه، در کانتنت میریزه. دوباره این کانتنت رو میدیم به اسپلیت تکست، اینو به چانک های مختلف تقسیم میکنه. بعد میایم اینجا یه آرای متادیتا ایجاد میکنیم. این متادیتا میگه که سورس ما چی هست، فایل نیم رو بهش اضافه میکنه و شماره چانک رو هم نگهداری میکنه. کاربرد این متادیتا اینه که بدونیم هر متن از کدوم فایل اومده. بعدا میتونیم در پاسخی که به کاربر میدیم بگیم که این پاسخ بر اساس کدوم یکی از اون ریفرنس ها بوده، کدوم چانک بوده در کدوم فایل. دقت کنید که ما اینجا فعلا از یک فایل داریم استفاده میکنیم تو سیستم رگمون. میتونیم فایل های مختلفی داشته باشیم، مثلا من 3 تا 4 تا فایل PDF و فایل داکیکس و فایل تکست به این بدم، بعد بیام یه سوالی بپرسم. خب این ممکنه پاسخ ها رو یه بخشش رو از یه فایل PDF بخونه، بخش دیگر رو از یه فایل داکیکس بخونه و بعد که میاد به من پاسخ میده با استفاده از این متادیتا میگه که این پاسخی که داره میده این تیکش از فلان فایل فلان چانک، تیکه بعدیش مال یه فایل دیگه است، این هم شماره چانکش، مشابه کاری که در نوتبوک LM اتفاق میفته. اگر با نوتبوک LM کار کرده باشید حتما دیدید که وقتی چند تا سورس یا منبع بهش میدید و یک پرامپتی بهش میدید، در پاسخ میگه که این پاسخی که به شما داده هر تیکش بر اساس کدومی که از اون سورس ها بوده و به اون ریفرنس میده، ارجاع میده. تو مرحله بعدی هم میاد یک آیدی یا شناسه یونیک برای هر چانک میسازه. چرا این مهمه؟ تو دیتابیس های مثل کرومادیبی هر سند، هر داکیومنت باید یه آیدی یکتا داشته باشه، یه آیدی یونیک داشته باشه برای آپدیت، حذف یا جستجو. مثلا شما میخواید یه چانکی رو از توی اون حذف کنید، باید یه جوری بهش برسید دیگه. ما میایم یک آیدی براش میسازیم بر چه اساسی؟ اسم فایل، بعد رشته آندرلاین چانک آندرلاین و اندیس اون چانک. اینطوری میتونیم برای چانک هامون یک آیدی هم تعریف کنیم. پس در نهایت این پروسس داکیومنت میاد 3 تا چیز برمیگردونه: یه آرایه برای آیدی ها، یه آرایه برای چانکسمون و یه آرایه هم به عنوان متادیتا یا توضیحات جانبی هر چانک. خب اینو من اجرا میکنم. حالا میام این متد پروسس داکیومنت رو برای این فایل یولو V7 مون اجرا میکنم، ببینیم که چی برمیگردونه. اینجا محاسباتش انجام میشه. اینجا میگم آیدی 0 رو برگردون، یعنی اولین آیدی رو، بعد متادیتای اون رو و اولین چانکمون رو. خب ببینید که آیدی به این صورت شده. این یعنی این که ما یه چانکی داریم که مربوط به این فایله و اندیس چانک هم 0، یعنی اولین چانکیه که از این فایل استخراج شده. متادیتاش چیه؟ میگه سورسش این فایل، چانک هم 0. خب خود چانک چیه؟ یعنی اون قطعه‌ای که از اون متن کشیدیم بیرون و شکوندیمش. چنین متنیه، همون بحث عنوان مقاله و بعد نویسنده ها. پس تا اینجای کار این اطلاعات به درستی استخراج شدن. خب اینم اجرا میکنم. الان طول چانک همون 169 تا چانک شده. تو مرحله بعدی باید این چانک ها، متادیتا و آیدی هایی که استخراج کردیم رو تو دیتابیس برداریمون یا وکتور دیتابیسمون ذخیره کنیم. این کالکشن هم که این بالا ساخته بودیم دیگه، این در واقع همون جدول ما هست که این اطلاعات رو میخوایم در اون ذخیره کنیم. اینو اجرا میکنم. تو این مرحله میاد متن چانک ها رو به اون وکتورها یا آرایه های برداری تبدیل میکنه و تو دیتابیسمون، تو اون کالکشنمون ذخیره میکنه. خب همونطور که میبینید الان اینجا یه پوشه ساخت و یه سری فایلای باینری اینجا ایجاد کرده که مرتبط هست با اون چانک هایی که به صورت بردار یا وکتور اینجا ذخیره کردیم. پس تا اینجا ما سندمون رو مشخص کردیم، یه فایل PDF بود، اینو شکوندیم به چانک های 500 کاراکتری، براش متادیتا تعریف کردیم، براش آیدی تعریف کردیم برای هر چانک و اینها رو در دیتابیسمون، در وکتور دیتابیس کرومادیبی ذخیره کردیم. خب تو مرحله بعدی میرسیم به سمنتیک سرچ یا جستجوی معنایی. این متد در واقع مغز سیستم رگ ما هست، جستجوی معنایی رو انجام میده و اگه بخوایم به صورت ساده بگیم، کاربر میاد سوالش رو مشخص میکنه. اینجا این کوئری سوالی که کاربر میپرسه، مثلا میگه یولو V7 چیه؟ این یه سواله. ما باید این رو تبدیل کنیم به یک امبدینگ و در کالکشنمون جستجوی معنایی انجام بدیم، نه جستجوی کلمه‌ای. یعنی چی معنایی؟ یعنی مرتبط ترین چانک هایی که به این سوال کاربر اونجا پیدا میکنه رو باید لیست کنیم.
تو مرحله قبلی توضیح دادم ما متن رو تبدیل به یک بردار عددی کردیم. وقتی میخوایم سمنتیک سرچ یا جستجوی معنایی هم انجام بدیم، میایم درخواست کاربر و سوال کاربر رو باز تبدیل به بردار میکنیم. بر اساس شباهت این بردارها میایم چانک هایی که بیشترین شباهت رو بهش دارن رو انتخاب میکنیم. این دویی که اینجا اومده ان ریزالت میگه چند تا چانک رو انتخاب کنم. ممکنه مثلا 5 تا چانک بیشترین شباهت رو به اون معنا و سوال کاربر داشته باشن. این دو یعنی که دوتایی که بیشترین شباهت رو دارن رو انتخاب کن. خب این از متد سمنتیک سرچ. متد بعدی get context with source هست. متد get context with source کاری که انجام میده، میاد خروجی که از سمنتیک سرچ دریافت میکنه که لیست چانک ها و متادیتا های اونها هست، اینو تبدیل میکنه به یه متن تمیز و یک پارچه که بهش میگیم کانتکست یا زمینه و همراهش لیست اون چانک ها رو قرار میده. در واقع میاد اون پاسخ رو طوری تنظیم میکنه که بتونیم به مدل زبانی یا LLM بدیم که بیاد اون رو پردازش کنه. پس به طور کلی خروجی این متد کانتکست هست و چانک هایی که بر اساس محتوای اونها با استفاده از LLM میخوایم پاسخ کاربر رو تولید کنیم. متد بعدی متد ask هست. این متد در واقع جمع‌بندی کل این جریان رگ در یک فراخوانی ساده هست. اینجا ما کالکشن رو داریم، یعنی همون جایی که اطلاعات توش ذخیره شده، کوئری کاربر رو داریم و ان ریزالت رو مشخص میکنیم. بر اساس اینها میاد سمنتیک سرچ رو انجام میده، نتایج رو میگیره، میده به متد get context with sources. این میاد کانتکست و ریفرنس ها رو مشخص میکنه. اگر پاسخی پیدا نکرد پیغام میده no matching text found. اگر هم پیدا کرد که خب اینجا کانتکست رو به ما برمیگردونه و تو قسمت پایینش هم میاد ریفرنس ها رو مشخص میکنه، میگه این پاسخی که دارم برمیگردونم بر اساس این چانک ها هست. پس اگه بخوایم تو یه جمله بگیم عملکرد این متد اسک چیه، میتونیم بگیم که این متد همه کارهای لازم برای پیدا کردن متن مرتبط با سوال کاربر و آماده کردن اونا برای پاسخدهی رو یک جا انجام میده. میاد همه این متدها رو یه جا ترکیب میکنه و نتیجه رو برمیگردونه. این هم اجرا میکنیم. حالا میایم اینجا یه کوئری داریم، میگیم که what is YOLO V7. یه سوال میخوایم از اون کالکشنمون بر اساس متنی که تبدیل به وکتور کردیم و متدهایی که نوشتیم و در نهایت رسیدیم به متد اسک، اینو میخوایم اجرا کنیم. خب من اینو اجرا میکنم. خب این شده کانتکست ما. بر اساس این سوالی که پرسیدیم اومده 5 تا چانکی که بیشترین مشابهت رو به سوال داشتن انتخاب کرده. چرا 5 تا؟ به خاطر اینکه اینجا ما ان ریزالت رو با 5 تنظیم کردیم. 5 تا چانکی که بیشترین مشابهت و ارتباط رو با این سوال داشتن انتخاب کرده و اطلاعات اینها رو اومده اینجا کنار هم قرار داده. این میشه کانتکستی که تو مرحله بعد برای LLM لازم داریم. یعنی این سوال رو همراه با این محتوا میدیم به LLM، میگیم بیا پاسخ این سوال رو بر اساس این محتوا این متن تولید کن، جنریت کن و به کاربر برگردون. امیدوارم که این متد اسک رو الان کامل درک کرده باشید. چی کار میکنه؟ میاد بر اساس سوال کاربر چانک هایی که بیشترین ارتباط و مشابهت به این سوال رو دارن رو انتخاب میکنه و محتوای اونها رو به این صورت کنار هم قرار میده. اینجا میبینید که فرضاً این اگر اطلاعات چانک اندیس 73 باشه، این اسم معلوم نیست چیه. این در واقع آخرین کاراکتر از کلمه چانک قبلی هست. اینجا هم به همین صورت، اینجا هم به همین صورت. ولی در کل این متن یه معنایی خواهد داد. بر اساس این سوال اینو میدیم به LLM که بیاد پاسخ رو برای ما جنریت کنه. الان این پاسخ ما نیست. میگه که پاسخ این سوال توی این متنه. از این متن باید این پاسخ به دست بیاد. میریم مرحله بعد. تو مرحله بعد باید با LLM کار کنیم. برای این کار من از سایت OpenRouter AI استفاده میکنم. میایم در سایت OpenRouter AI. بعد از اینکه لاگین کردیم در قسمت کیز اینجا رو دکمه Create API کی کلیک میکنیم، یه عنوانی بهش میدیم و حالا فرضاً من اینجا می‌نویسم تست. Create رو که بزنم یه چنین API کی میده، اینو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. این چیزی هم که اینجا نوشته بعداً حذف میشه. شما API کی که گرفتید و اینجا قرار میدید. یه مدل رایگان هم در اوپن روتر هست، فعلا رایگانه. من اینو اینجا اسمش رو تنظیم میکنم. اینجا اگر بنویسید free، اینا مدل های رایگانی هستش که میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. من از این مدل استفاده کردم، GPT OSS 120 بیلیون پارامتر. اسمش رو اینجا کپی میکنید و
در این قسمت قرار میدید. اینو من اجرا میکنم. بعد از کتابخونه اوپن ای آی این متد اوپن ای آی رو فراخوانی میکنم. اینم اجرا. اینجا یک کلاینت ایجاد میکنیم برای دسترسی به LLMی که مشخص کردیم به این مدل. این کلاینت رو میسازیم. یک سیستم پرامپت داریم، بهش میگیم که تو یک دستیار هوشمند هستی برای یه سیستم رگ. بر اساس کانتکستی که بهت میدیم فقط جواب رو تولید کن، از خودت جواب تولید نکن. اگر هم جواب رو در کانتکست پیدا نکردی پیغام بده که I don't know based on the provided document. بر اساس داکیومنتی که دادی من چیزی پیدا نکردم و چیزی نمیدونم. این یک سیستم پرامپت هست. اینجا هم مسیج ها رو میسازیم با متد بیلد مسیج. یه آرایه داریم که دو تا آبجکت داره. رول سیستم داریم که همین سیستم پرامپت ما هست. رول یوزر هم داریم که در قسمت کانتنتش یه کانتکست داریم، همون کانتکستی که اینجا به دست آورده بودیم، اطلاعات چانک های ما و سوال کاربر. سوال رو بهش میدیم، میگیم بر اساس این کانتکست جواب رو تولید کن. خب اینم اجرا میکنم. بیایم اینجا یه متد تعریف میکنیم رگ انسر. این کاری که انجام میده دوباره میایم اون متدهای قبلی که تعریف کردیم و اینجا ترکیب میکنیم. اون سمانتیک سرچ رو فراخوانی میکنیم، به ما کانتکست و سورس برمیگردون. اگر کانتکست نداشتیم پیغام میده که هیچ کانتکست مرتبط با سوالی پیدا نشده و اگر هم کانتکست پیدا کرد میایم متد بیلد مسیج رو فراخوانی میکنیم، کانتکست و کوئری رو بهش میدیم تا بیاد پاسخ رو LLM برامون تولید کنه. اینجا میایم مدل رو تنظیماتش رو انجام میدیم، پاسخ رو دریافت میکنیم و نهایتا پاسخ رو به کاربر برمیگردونیم. اگر هم که پاسخ تولید نشد که پیغام میده no answer generated. خب اینو هم من اجرا میکنم. حالا میرسیم به تستش. اینجا کوئری اینه YOLO V7 outperforms which models. عملکرد YOLO V7 نسبت به کدوم مدل ها بهتره، عملکرد بهتری داره. خب اینجا کالکشن رو دادیم که همون جدول کرومادیبی ما هست. کوئریمون این هست و گفتیم که دوتا چانک یا دوتا بردار یا وکتوری که بیشترین مشابهت رو به این سوال دارن از لحاظ معنایی انتخاب کن و بر اساس اون پاسخ رو جنریت کن. من اینو اجرا میکنم. همونطور که میبینید بر اساس اون محتوایی که داشتیم گفته که این مدل یولو V7 از این مدل ها عملکرد بهتری داره و ببینید جملهش الان یه جمله کاملا روون و مشخصیه چون یک لارج لنگویج مدل اون رو تولید کرده بر اساس کانتکست. در قسمت سورس هم گفته که این پاسخی که اینجا داده رو بر اساس این چانک ها از این سورس یا همون فایل منبعمون به دست آورده و پاسخ داده. حالا میایم پایینتر. مثال بعدی میگه یه مقدمه ای از یولو V7 بهم بده. اینم اجرا میکنم. خب اینجا اومده تعریف کرده که این چیه. یک ریال تایم آبجکت دیتکشن مدل هست، مدل تشخیص اشیا به صورت ریال تایم هست و الان میبینید که تو قسمت سورس با اون قبلی فرق داره. اینجا بر اساس چانک های 2 و 73 اومده این پاسخ رو تولید کرده. به عنوان مثال آخر هم اینم اجرا کنیم. اینجا فرقش اینه که ما گفتیم از 5 تا ریفرنس استفاده کن. پاسخ سوال رو داده و میبینید که اینجا از 5 تا ریفرنس استفاده کرده برای ساخت کانتکست و ایجاد پاسخ به سوال. خب این یه نمونه ساده و عملیاتی از پیاده‌سازی سیستم رگ بود. امیدوارم که با این مفهوم و منطق چنین پروژه‌ای آشنا شده باشید. کل داستان این هستش که ما یک متنی رو از یک سندی استخراج میکنیم. حالا میگم یک سند میتونه چند تا سند باشه. اونها رو تبدیل به وکتور میکنیم، بردار میکنیم، در یک دیتابیس وکتوری یا وکتور دیتابیس مثل کرومادیبی ذخیره میکنیم. دیتابیس های دیگه هم هست، میتونید تحقیق کنید راجع بهشون و بعد درخواست کاربر رو تبدیل میکنیم به وکتور. میایم چانک هایی که بیشترین ارتباط معنایی بهش دارن رو سرچ میکنیم، یک کانتکست میسازیم بر اساس محتوای اونها. این کانتکست رو به همراه سوال کاربر تحویل LLM میدیم، میگیم این سوال کاربره، از توی این کانتکست بهش جواب بده. LLM میاد پاسخ کاربر رو بر اساس اون کانتکست جنریت میکنه و برمیگردونه. حالا این پروژه رو میشه به روش‌های مختلفی بهینه کرد، پیشرفته تر کرد. میتونید در اون از
لنگچین استفاده کنید، میتونید از دیتابیس های دیگه استفاده کنید، این پروژه رو توسعه بدید، براش گرافیک یوزر اینترفیس طراحی کنید، کاربر بتونه داکیومنتاشو آپلود کنه، اونها رو نمایش بدید، بعد یه جایی برای دریافت پرامپت داشته باشید و کار سرچ و اینا رو انجام بدید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه، با مفهوم رگ ها آشنا شده باشید. من سعی میکنم در ویدیوهای بعدی مباحث پیشرفته تری از رگ رو توضیح بدم و پروژه‌های حرفه‌ای تری رو باهاش پیاده سازی کنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم که تا این بخش از ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو و مطالب این کانال براتون مفید بود، ممنون میشم که اونو لایک کنید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، حتما کامنت بذارید و اون دکمه سابسکرایب رو بزنید تا وقتی من ویدیو جدیدی منتشر میکنم یوتیوب به شما اطلاع بده. این بهترین حمایتی که میتونید از من داشته باشید و باعث دلگرمی منه. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. امیدوارم همیشه شاد، سلامت و پیروز باشید.